تا به حال فکر کرده اید که چرا بدن شما به یک تخم مرغ آبپز نسبت به هر پروتئین دیگری واکنش متفاوتی نشان می‌دهد؟ از لحظه‌ای که به تخم مرغ آبپز گاز می‌زنید، جادوی واقعی آغاز می‌شود. آن تکه‌های سفید سفت سر می‌خورند و مثل سوخت تمیز وارد مری شما شده و در معده می‌افتند. اسید بلافاصله به آنها برخورد می‌کند و سفیده تخم مرغ را به اسیدهای آمینه قوی تبدیل می‌کند که بدن شما در عرض چند ثانیه آنها را جذب می‌کند. این اسیدهای آمینه به جریان خون میپرند و مستقیما به عضلات شما هجوم میبرند و الیاف کوچکی را که هر روز آسیب میبینند ترمیم میکنند. در همین حال زرده تخم مرغ کولین را آزاد میکند. یک ماده مغذی نادر که تقریباً بلافاصله تمرکز و حافظه مغز شما را تقویت میکند. چربیهای سالم به کبد شما میروند و انرژی پایدار به آن میدهند به جای افزایش ناگهانی قند خون. پانکراس شما با تعادل هورمونی ملایم پاسخ میدهد و قند خون شما را ثابت نگه میدارد. و از آنجایی که تخم مرغ آبپز به آرامی هضم می شود، معده شما سیری را نشان می دهد و قبل از اینکه حتی شروع شوند، میل به غذا را متوقف می کند. تمام این مواد مغذی در سراسر اندامهای شما پخش می شوند و همزمان مغز، عضلات، هورمون‌ها و سلول‌های شما را تقویت می کنند. این همان واکنش زنجیره‌ای سریعی است که هر بار که تخم مرغ آبپز می خورید در بدن شما رخ می دهد. اگه خوشت اومد فالو کن.